آقایان، وضعیت کسب و کار مردم از حالت اورژانسی دیگه عبور کرده. بسیاری از مردم برای هر روزشون دارن پول در میارن، یعنی میگه این برای خرج امروز، حالا ببینیم فردا چیکار کنیم. در حالی که آقای قالیباف رئیس مجلس آماری که میده حدوداً 30 میلیون نفر در فقر مطلق هستند در این کشور. کدوممون میفهمیم غم پدری که آخر وقت میخواد برگرده خونه و حتی برای همون روز هم نتونسته خرجی تهیه بکنه؟ بازنشسته ها، اونایی که یک عمر با حداقل ها صورتشون رو سرخ نگه داشتن، الان واقعا دیگه امکان پذیر نیست. خیلی در وضعیت اضطراری به سر میبره کسب و کار در کل مملکت. اونم لال میترسم که دیگه اصلا این نبضه کم کم نزنه و ما اقتصاد خانوارمون استاپ بکنه. آقای قالیبافی اصلا برای اون 30 میلیون نفر فقر مطلق نیست. آقا برو بالاتر، اصلا قشر متوسطش گیر کردن. الان قشر متوسط دیگه برای مخارج روزمرهشون دارن 2 تا 4 تا میکنن. یکی انگار مسئولین محترم رو باید تلنگر بزنن، آقا بحث جنگ و نمیدونم اینا رو بالاخره شورای دفاع، سپاه، ارتش، یه سریاتون محکم باید بچسبید به مقوله بازار، چسبیدید به تنظیم بازار. اصلا این رونق اقتصادی انگار فراموش شده. چون اگر بخوایم علمی بحث بکنیم، هر رونقی نیاز به گردش مالی داره، هر گردش مالی نیاز به تغذیه اسکناسی داره. بعد چون ما در نبرد با یک ابرتورم هستیم، طبیعتا دولت تمایلی به افزایش نقدینگی در جامعه نداره. اینم شده مزید بر علت بر علت بر علت بر علت و واقعا نفس کشیدن سخته. در حوزه کسب و کار از اضطرار هم عبور کرده و امیدوارم که فکر اساسی، طرح اساسی شب عید آقایون، 10 روز دیگه باید بازار شب عید رونق داشته باشه، خریدار پول داشته باشه بخره، کسبه بتونن بفروشن که خرج این همه ماه خاک خوردن رو بتونن در بیارن.